26 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه روشن گرمخانه زمانوی را افتتاح نموده از نمایش محصولات کشاورزانی ناحیه دیدن کردند. گرمخانه را صاحبکار وطنی رسلان سینکوف در مساحت 0.64 گکتار در دایره نقشه چرابینی‌ها بخشیده به جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد نموده است. حالا در گرمخانه اساساً بادرینگ، پامیدور و قلمفور بلغاری پرورش می‌یابد. سبزوات در گرمخانه به طور قطرگی آبیاری و با غذا تأمین می‌گردد. در گرمخانه 10 ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین می‌باشند. گرمخانه از 6 قسم عبارت بوده. در یک سال از آن 30 تن سبزوات گوناگون استحصال کرده می‌شود. از گرمخانه سبزوات تر و تازه و از لحاظ اکولوژی بی‌ضرر به بازارهای محلی و دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان به فروش برآورده می‌شود. با شرافت جناب والی که به ما صاحبکاران خیلی شرایط مهیا کرده است که هم خیلی گرمخانه‌های زمانوی ساختیم که برای بازارهای ناحیه و ولایت را از سبزوات تر تازه تامین می‌نماییم. حاضر در گرمخانه 3 نمود محصولات کردگیم: پامیدور، بلغاری، بادرینگ که حاضر در عین حال حاضر حاصل یکم جمع کرده استیم در گرمخانه ها. با کوشش میکنیم که در سال آینده خیلی گرمخانه های زمانوی را کمتر زیادتر کنیم. هنگام بازدید پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای گسترش فعالیت گرمخانه و به دست آوردن حاصل خوب به خواجگیداران مصلحت‌های مفید دادند و زیاد نمودن میدان گرمخانه ها را عامل مهم تامین فراوانی محصولات در بازارها در تمام فصل سال معنی داد کردند. در این برابر به خواجگیداران توصیه دادند که هر پارچه زمین در اختیارشان بوده را ثمرناک استفاده برده تجربه رویانیدن چند حاصل از یک زمین را خوب و عاقلانه مورد استفاده قرار دهند. در نزد خواجگی سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین از نمایش محصولات خواجگیداران ناحیه روشن بازدید نموده با نشان دهنده های کشاورزی شناس گردیدند. گفته شد که میدان عمومی زمین های ناحیه روشن 587,070 گکتار می باشد که از آن 1396 گکتارش را زمین های کرمی آبی تشکیل می دهد. زمین های نزد حولگی 110 گکتار بوده. خواجگیداران کوشش میکنند که هر یک وجبی آن را ثمرناک استفاده برند. اطلاع داده شد که تا امروز در مساحت 777 گکتار زمین کشتی زراعت گذرانده شده است. در موسم جاری در مساحت 374 گکتار زراعت‌های غله‌دانه و لوبیاگی، در 246 گکتار کارتوشکا، در مساحت 153 گکتار سبزوات و دیگر نوع زراعت کشت کرده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نظرداشت مهمیت استفاده نعمت‌های طبیعی به خواجگیداران و مسئولان بخش کشاورزی دستور دادند که بابت استفاده مقصدناک آب و زمین از همه امکانیت‌های موجوده مقصدناک استفاده برند.